أحمده سبحانه وتعالى على منه وكرمه وإحسانه وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان ارجمند و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالم که با برنامه دیگری از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما گرامیان هستم و در این برنامه نیز مهمان ما جناب استاد فضل الحق سلیمانی خواهند بود که البته این دومین قسمتی است که با ما در استودیو حضور دارند و در قسمت اولی برنامه از ابتدای تولدشان تا سن 18 سالگی تا دوره فارغ التحصیلی از دبیرستان صحبت‌هایی داشتن و در این برنامه سفرنامه ایشان را اگر دقیق باشه انشالله پی میگیریم و از ورودشان به شهر زاهدان، شهر حافظان قرآن صحبت را آغاز میکنیم. جناب استاد سلیمانی گرامی، بار دیگر حضور شما را در استودیو خیر مقدم و خوش آمد میگم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد صیقل عزیز و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم در این برنامه هم که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم پاسخگوی خوبی به سوالات شما باشم. سلامت باشین جناب استاد. البته خودتانم میفهمین که برنامه بیشتر خود ما نیست. شما گفتین که یک و تنها سوار اتوبوس شدین و از تهران، از کلان شهر بگیم، از پایتخت ایران به سمت شهر زاهدان، شهر حافظان قرآن رخت سفر بستین و شایدم چون شهر زاهدان تقریبا میشه گفت که مرکز اهل سنت هست و مدارس دینی در اونجا هم ماشاءالله خیلی ها شگوفاست، شاید در رسانه های رژیم آخوندی ایران آنقدر تصویر مثبت از شهرهای اهل سنت با باشندگان، کسایی که در تهران سکونت دارن، ارائه نشده باشه. شما وقتی قبل از اینکه به زاهدان برین چه تصوری از شهر زاهدان داشتین و بعد از اینکه وارد این شهر شدین چه احساساتی به شما دست داد؟ استاد صیقل عزیز، همونطوری که خودتون هم اشاره فرمودید موضوع متاسفانه یک سری یعنی هنوز هم ادامه داره این شایعات و این تبلیغات منفی بر علیه مناطق از سنت به صورت عموم. ما حتی بر علیه حرمین هم میبینیم داره تبلیغات میشه، حالا چه برسه به جاهایی مثل زاهدان و مناطق حاشیه‌ای که از یعنی امکانات به دور رانده شدن. زاهدان هم به طبیعت حال از این تبلیغات مستثنا نبود. در تهران شاید هنوز همین تصور باقی باشه نزد خیلی ها که وقتی صحبتی از زاهدان میشنون یا بلوچستان میشنون، اولین چیزی که در ذهنشون بیاد شاید فکر بکنن اینجا قاچاق مواد مخدر و ترور و این چیزهایی که متاسفانه چیزهایی که تبلیغاتی که شایسته این مکان زیبا و حالا شاید از لحاظ آبادانی شهر زاهدان هرگز به تهران نرسه و طبیعت حال شهرهای خیلی دیگری از ایران هم به تهران نمیرسن و همه عزیزانی که در تهران رفتن زندگی کردن میبینن که خب تمام انرژی و تمرکز حکومت بر تهران هست و یا اصفهان یا مثلا مشهد، تبریز و شیراز هم از این قاعده مستثنا نباشن، در درجه‌های بعدی هستن. غیر از اینها حتی شهر مثل یزد رو شما برید نگاه بکنید، شهرهای دیگر هم نگاه بکنید، یعنی وضعیتشون اونقدر تعریفی نداره. درباره زاهدان من الحمدلله خب اونقدر تصور منفی نداشتم از زاهدان، چون پدر خداوند رحمتشون بکنه و کسانی که به هر حال دور بر بودن آشنایی دورادور داشتیم با زاهدان
برای اینکه من نرفته بودم زاهدان و به هر حال یک ارتباط و تعلق دینی هم ما داشتیم با هم، به هر حال هم مذهب بودیم و به هر حال من اونجا داشتم میرفتم، با امید و آرزوها داشتم میرفتم. تصور من چیزی که متفاوت بود نسبت به شهر زاهدان، من متأثر، گرچه دور بری ها خیلی از همکلاسی‌های من مثلا خبر شده بودن که من میخوام برم زاهدان، شوخی میکردن که وقتی رفتی اونجا مواظب جون خودت باش و وقتی رفتی عجیب. با خودت از اون کشیدنی ها بیار و شوخی های آنچنانی که خب متأثر از تبلیغات بودن. بله. چیزی که برای من به هر حال شناخته شده نبود، یکی خود مردم، فرهنگ مردم، چون فرهنگ مردم تهران با فرهنگ مردم بلوچستان تفاوت‌هایی داره طبیعتاً، در پوشش، در رفتارها، در برخوردها، در تعاملاتشون، در فرهنگ دینی حتی خیلی تفاوت دارن. زبان بلوچی برای من جدید بود، بلد نبودم خب این زبان رو، مقداری این موضوع برام یعنی اوایل سخت بود، چون غالبا تو جمع که می نشستیم همه بلوچی صحبت می‌کردن، من خیلی از کلمات رو نمی‌فهمیدم. کلمات فارسی توش زیاد، در حالی که فارسی زیاد است، کلمات فارسی داره، اما خب باز هم کلماتی هست که انسان متوجه نمیشه. چیزی که برای من خود شهر، خب طبیعتاً برای من وقتی داخل شهر تهران زاهدان شدم، یعنی که خب تهران زندگی کرده بودم سالها، برام کمی طبیعتاً سخت بود. یعنی زندگی در شهری که از امکانات حتی هنوز هم آب شیرین لوله کشی نداره شهر زاهدان، و حالا شاید جدیداً اگر تو این چند سال آوردن من خبر ندارم، تا جایی که ما بودیم یعنی تا سال 86 87 88 نبود آب شیرین، و شهری که گاز، اکثر شهرهای ایران گاز کشی شده، گاز لوله کشی دارن، زاهدان تا اون موقع نداشت اصلا. و به هر حال ولی چیزی که برای من جالب بود که این مردم برخلاف آنچه که دیگران تصور می‌کردن و تبلیغات می‌شد، مردم بسیار خونگرم، مردم بلوچ با وجود محرومیت، با وجود محرومیت، نداری، با وجود اینکه یعنی واقعا منطقه الان نگاه بکنیم در بلوچستان، مسئله فقر و مسئله بیکاری و مسئله اینکه کشور حکومت اصلا توجهی نداره به این حکومت، ولی مردم، برخورد مردم، تعامل مردم، رفتار مردم، اون مهمان نوازی مردم، شجاعت مردم، غیرت مردم، اینها صفاتی است که در این قوم ماشاءالله به وضوح مشخصه. یعنی آدم هر کسی که با اینها تعامل داشته باشه، در رفاقت، در صداقت، وقتی که با کسی رفیق میشن، دوست میشن، و این شاخصه‌ها مرگ میستن، این شاخصه‌هایی است که واقعا این قوم رو متمایز کرده و یکی از رمزهای موفقیت من دارالعلوم زاهدان وجود همچین افرادی پشت دارالعلوم میبینم، چون به هر حال کسانی که حمایت میکنن از این مجموعه عظیم و از این مدرسه، خب همین مردم بلوچستان هستن. مدرسه دارالعلوم زاهدان مدرسه‌ای است که با کمک‌های مردمی میچرخه و زیر بار هیچ حکومت و دولتی نرفته و نمیره، و حکومت کلا مستقل هست و در رأسشون شخصیتی بسیار حکیم حضرت شیخ الاسلام بانو عبدالحمید که واقعا امامی است. من ایشون رو با این تعبیر، حالا شاید احساس میکنم کلمه امام هم نتونه حق مطلب در حقشون ادا بکنه، واقعا متاثر بودم و متاثر هستم از شخصیتشون و افتخار شاگردیشون رو داشتم و اینکه چند سالی ما در محضرشون بودیم و هر روز چندین بار میدیدیمشون در نمازها حداقل بعض پوزش. و این من اولین برخوردی که جالب بود حالا من داشتم، یک نامه ای رو پدر نوشته بودن خطاب به خود حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که فرزند من میخواد بیاد اینجا حفظ قرآن بخونه، و چون کلاس ها شروع شده بود، من 2 هفته بعد از شروع کلاس ها آمدم و اگر امکانش هست ایشون رو بپذیرید. من داخل شدم به دفتر ایشون. شروع میکنیم بعد. حالا من از اینا چون در پاسخ شما که فرمودید چطور بود فضا، من اولین باری که وارد شدم خب فضای مقداری علاوه ساخت و ساز شهری برام شهر جدیدی بود کنم، اولین بار بود میدیدم، ولی برخورد مردم روزهای اول برام فقط سکوت بود، میدیدم فقط توجه میکردم، میدیدم چقدر هر کسی که میومد با من میخوام یه تیپ جدید و قیافه جدید برای اونها هم میپرسید، برای اونها هم جدید بود، میپرسیدن که تهران چطوره، وضعیت چطوره، هر کی میومد از تهران میپرسید، وضعیت اهل سنت میپرسید و نشان از این بود که مردم براشون مهمه که در اون شهر اهل سنت چه برخوردی باشون میشه. خیلی خوب امکاناتشو نداشتن، شاید برن تهران فرصتشو نداشتن. و تا اینکه روز دوم سوم من فکر کنم رفتم دفتر شیخ الاسلام با همراهی که داشتیم یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان و نامه رو دادم، ایشون خوندن
من یک کلاهی هم گذاشته بودم سرم اون موقع روی موها و اون تیپ شهری بودم، شلوار و پیراهن و سویشرتی که داشتم و نشستیم و دفترشون هم ایشون آخر مجلس روی زمین می نشستن و چند نفرم پتوهایی دور و بر پهن کرده بودن، هر کی کار داشت اونجا می نشست. جالب بود که همزمان با من یک پیرمردی از ترکیه اومده بود دارالعلوم زاهدان، پیرمردی حدوداً 70 و چند سال سنش بود، اسمش فرمان بود، بابا فرمان بهش میگفتن. ایشون هم قرآن خوندن بلد نبود، بعداً با آشنا شدیم، قبلا راننده لودر بوده توی ترکیه و اومده بود که قرآن خوندن یاد بگیره، یعنی از ترکیه بلند شده بود، نمیدونم چی شده بود که حکایت این گذرش به زاهدان افتاده بود. حتما از ویژگی ها و از خصوصیت های شهر زاهدان چیز براش رسیده بود. حتما جالب بود که ما با هم داخل شدیم به دفتر ایشون، یعنی وقتی که نشستیم من ایشون رو هم دیدم و یک همراهی هم ایشون داشت و اول ایشون رو شروع کردم به صحبت کردن و که ایشون شیخ بابا فرمان هست نامش رو و جناب شیخ الاسلام حضرت شیخ الاسلام فرمودن که ما شما رو از این بعد سلمان صدا می‌کنیم. حضرت سلمان هم هجرت کرد و به خاطر پیدا کردن حقیقت از این ور به اون ور رفت و سلمان فارسی رضی الله عنه و ما تو رو سلمان مینامیم، چون حضرت سلمان هم عمری ازش هم به وزن فرمان بود، هم هجرت کرده بود، هم عمری گذاشته بود. حضرت سلمان فارسی در مدینه هم عمرش خیلی بالا بود وقتی ایمان آورد به رسول صلی الله علیه و سلم. ایشون رو در کلاس حفظ ثبت نام کردن. البته ایشون روحانی رو تازه یاد گرفته بود اما در کنار بچهای حفظ می‌نشست به خاطر اینکه سن و سالشون به هر حال بالا بود و منم نامه رو دادم و ایشون خوندن و امضا کردن، منو فرستادن پیش مولانا عبدالغنی بدری که الان بینندگان ما همه ایشون رو می‌شناسن، درس تفسیرشون رو گوش کردن. ایشون معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان بودن، هنوزم هستن و من رو باز فرستادن پیش یکی از اساتید برای اینکه بپرسن ببینن چقدر حفظ بلد هستم. من همون 3 جزء حفظم رو داشتم، از من پرسیدن و با شماره آیات و صفحات گفتم و گفتن حفظشون خیلی عالی است و خلاصه من به کلاس حفظ اضافه شدم. اولین برخورد من با حضرت شیخ الاسلام بسیار برخورد محترمانه ایشون، اون لبخندشون، اون برخوردشون بر من خیلی زیبا بود و در کل تمام برخوردهایی که من از مجموعه دارالعلوم زاهدان دیدم، از اساتیدشون، از تمام پرسنل کاری که بودن، من در چند سالی که اونجا بودم واقعا زندگی کردم در اون فضا و در شعبه حفظ زاهدان من مشغول به تحصیل شدم، حفظ قرآن کریم شدم و حدود 20 ماه طول کشید تا من تونستم که کل قرآن کریم رو حفظ کنم. کمتر از 2 سال طول کشید. من به صورت شبانه روزی حفظ می‌کردم، من روزی 2 ساعت. تنها حفظ بود. حفظ بود. من البته برای من تنها حفظ نبود، یعنی کلاس شعبه حفظ بود. من در کنار اینکه حفظ می‌کردم همون موقع چون پیش زمینه‌هایی از صرف و نحو و ادبیات عربی داشتم، چون قبلا کار کرده بودم در خونه زیر دست بابا خدا بیامرز، من تفسیرم مطالعه می‌کردم همون موقع، در کنارش کتب تفسیرم مطالعه می‌کردم و همون موقع من با درس تفسیر مولانا نعمت الله توحیدی آشنا شدم، یکی از اساتیدی که واقعا نامش در تاریخ اهل سنت ایران خواهد ماند. حضرت مولانا نعمت الله توحیدی رحمت الله علیه اون موقع‌ها درس تفسیر داشتن، درس تفسیری که الان مولانا عبدالغنی بدری دارن و ما پخش می‌کنیم برای بینندگان عزیز پخش میشه در وصال حق. اون موقع حضرت مولانا نعمت الله توحیدی داشتن، خدا رحمتشون بکنه. و در دوره شعبان و رمضان من فاصله بین شعبان و رمضان رو غالبا نمیرفتم خونه، میموندم در زاهدان و استفاده میکردم از این فرصتایی که اینجا بود. تعطیلات بود، 3 ماه تعطیلات، در این 2 ماهش دوره چیز بود، تفسیر بود. از زاهدانی شده بود این دیگه به تعبیر. من فقط یک بار یک 40-50 روزی که اومدم، اولش یکم برای من قربت سخت بود. عید قربان رفتم تهران، عید قربان رفتم تهران، 1 هفته 2 هفته دوباره برگشتم. بعد دیگه موندم، بعدش با اون فضا خوب گرفته بود. دیگه دوستانی پیدا کرده بودم در زاهدان، دوستانی پیدا کرده بودم که برام خیلی عزیز بودن. دوستان غربت رو از همیشه از قدیم میگن که دوستان غربت رو انسان به راحتی فراموش نمیکنه، چون همدردن، چون در یک فضا زندگی میکنن. خب ما اونجا واقعا زندگی میکردیم، یک خانواده بودیم، در تمام سختی ها و خوشی ها با هم بودیم و من فرصت خیلی خوبی بود برام که استفاده بکنم از درس تفسیر حضرت مولانا نعمت الله توحیدی و خیلی لذت بخش بود برام سبک درسشون و تو تفسیرشون. من در شعبه حفظ همزمان که داشتم حفظ میکردم درس تفسیرشون رو هم پیگیری میکردم، یعنی شرکت میکردم در کلاس‌هایشون و این فرصت برام فراهم شد. الحمدلله بعد از کل مجموعه 2 سال، در 2 سال من 20 سالم بود که حفظم به پایان رسید و هرگز فراموش نمیکنم اون لحظه‌ای که آخرین آیه‌ای که من یعنی حفظم مونده بود، من سوره فتح رو گذاشته بودم به عنوان آخرین سوره‌ای که حفظ بکنم. بقیه سوره هم حفظ شد، سوره فتح
گفتم همون فتحی، اسم فتح رو باز دارم برای اینکه حفظم تمام بشه. و آخرین آیه هم که خوندم پیش استادم، گرچه این آیه رو قبلا هم حفظ بودم، همین آیه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود، احساس خیلی زیبایی بود برام وقتی که آخرین آیه که حفظ کردم و یعنی کلام الله مجید تمام شد و اولین کاری که کردم بعدش بشارت دادم به پدر بزرگوارم عزیزم. خیلی مشتاق بود که من کی حفظم تمام میشه و همون سال آمد زاهدان و در مراسم زاهدان شرکت کرد. چون زاهدان کسانی هم که حفظشون تمام میشه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه هم اونها رو شرکت میدن. بچه‌ای که حفظشون تمام شده هم هستن جزء مراسم و خانواده‌شون غالبا میان و اون سال هم پدرم خداوند رحمتشون بکنه آمد و بسیار خاطرات زیبایی بود دوران شعبه حفظ زاهدان. من استاد دیگری البته مناسب هست نامشون رو حتما اینجا به عنوان حق شاگردی و ادب شاگردی ذکر بکنم که در چند ماه آخر ما 2 تا کلاس رو 1 کلاس کردن، باز یک دیوار بود وسط برداشتن 2 تا کلاس ما 1 کلاس شد. استادی داشتیم حافظ غلام الله نارویی، بسیار ایشون در حفظ من کمک کرد به من در ماهای آخر، مخصوصا در بحث تجوید خیلی حساسیت خاصی داشت و بسیار روی من حساب میکرد و الحمدلله من در 2 سال تونستم که در فتره 2 ساله حفظم رو به پایان برسونم. تنها حفظ بود پس شما حفظ شعبه حفظ؟ من فقط در شعبه حفظ بودم ولی خب خودم مطالعات جانبی داشتم در کنارش و در کنار این که ما همونجا سعی میکردیم که ان استاد سلیمان شهبخش حافظ استاد من بودن در حفظ قرآن پیشنهاد میکرد که با دوستانی کم کلاس من هستن در بحث شماره آیات و صفحات کار بکنیم. اونجا ما فعالیت داشتیم و الحمدلله بعد از 2 سال 20 ساله بودم که حفظم تمام شد. بحث حفظ مطرح شد جناب استاد، آیا حفظ سهل است، آسان است حفظ قرآن؟ حفظ قرآن کریم آسان است، بسیار آسان است. اما من میگم که حفظ کردن خیلی آسان است، اما نگه داشتن سخت‌تر از حفظ کردن است. این رو عزیزانی که حفظ کردن کاملا متوجه بشن من چی میگم. حفظ کردن آسان است، کار سختی نیست، به راحتی میشه حفظ کرد، اما نگه داشتنش سخت‌تر از خود حفظ کردن است. یک کسی که حفظ میکنه نباید فکر کنه که خب تمام شد، باید هی تکرار بکنه، همیشه تکرار بکنه. حتی مسلط ترین حفاظ کلام الله مجید هم اگر 6 ماه تلاوت نکنن، 1 سال تلاوت نکنن، بعدش بیان برگردن دوباره شروع بکنن، میبینن که دچار مشکل‌های خیلی عمده شدن. ولی اگر حفظ بار اول خیلی خوب بود، ولو اینکه خدای نکرده فراموش هم بشه، باز دوباره برمیگرده. حفظ آسان هست ولی پیگیری میخواد، ولی استمرار میخواد، ولی تلاوت میخواد و حفظ با شماره با معانی، حفظ با معانی آیات هم آسان تره، هم زیباتره، هم با ارزش تره. هر کسی که حفظ میکنه، من بارها تاکید کردم همیشه به عزیزانی که حفظ میکنن که هدف ما از حفظ کردن چی هست؟ که یاد بگیریم، که بفهمیم، که عمل بکنیم. پس به همین خاطر برنامه‌تون برنامه حفظ قرآن که در شبکه جهانی وصال داره پخش میشه، اکثرا وقتی بیننده متوجه میشه تفسیر است. من به این خاطر که چون روش‌های حفظ قرآن کریم همونجوری که شما اشاره فرمودید، برنامه حفظ قرآن که ما در سال حق داشتیم حدود 4 سال میشه ما که ما تا حالا لحظه ضبط برنامه ما 16 جزء رو رفتیم، یعنی پایان سوره مبارکه طه. و من همیشه به بینندگان عزیزم گفتم که کسانی که دوست دارن قرآن حفظ بکنن که اولا عجله نکنن در حفظ قرآن کریم، چون همین که نیت میکنه انسان و کارو شروع میکنه، عمر اگر کف افتاد تمام میشه. اگر عمر جواب نداد، ان شاء الله روز قیامت الله تعالی پاداش این کارو کامل به ما میده، چون کار شروع کردیم. دوم اینکه ما حفظ رو بفهمیم که ما هدفمون از حفظ کردن چیه. هدف اینه که من قرآن رو بفهمم، بیشتر تلاوت بکنم، بفهمم، یک پلیس درونی در من ایجاد بشه که این سبب بشه تا من رو به حرکت در بیاره و این رو استفاده بکنم در راه زندگی خودم، چون قرآن کتاب زندگی ماست. به همین خاطر ما در برنامه حفظ قرآن هم بیشتر تاکید ما روی فهم و دروس و عبری است که از این آیات است، چون فهم کمک هم میکنه به حفظ. همه عزیزانی که حفظ کردن با فهم آیات و عزیزانی که حفظ کردن بدون ترجمه، اگر یک کسی تجربه بکنه، یک سفر با فهم حفظ بکنه، یک سفر هم میتونه بدون اینکه بفهمه چی شروع کنه به حفظ کردن. اونی که با فهم انسان حفظ میکنه حداقل 10-11 مرتبه زودتر حفظ میکنه، ماندگارتر هم هست و بهترم لذت میبره. به همین خاطر من از همون ابتدا که شروع کردم به حفظ، خودم هم همین روش رو شروع کردم و هر وقت که میخوندم همیشه یک کتاب تفسیر کنارم بود و مطالعه میکردم از تفاسیر که بفهمم چی هست. یعنی آیه رو تا متوجه نمیشدم، مفهومش رو نمیتونستم حفظ بکنم.
همین روش رو هم برای عزیزان پیشنهاد کردیم و الحمدلله تا اینجا که احساس میکنیم که عزیزانی هم که با ما بودن موفق بودن در این روش در بحث حفظ قرآن کریم. نقش حفظ قرآن را در زندگی علمای دینی در راستای فعالیتشان چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا لازم هست که یک کسی که در راستای یا در زمینه علوم دینی و فعالیت‌های دعوتگری مشغول هست باید قرآن حفظ بکنه؟ هرچند که اگر به صورت کلی نگاه بکنیم شاید بگیم واجب باشه، واجب نیست. که به هر حال هر دعوتگری، هر کسی که هر چقدر بلد هست وظیفه‌اش هست که دعوت بکنه. بلغوا عنی ولو آیه، رسول الله فرمود از من برسونید ولو اینکه یک حدیث، یک روایت، یک آیه از من شنیده باشید. دعوتگری به این معنی نیست کسی حافظ قرآن نباشه پس نمیتونه دعوتگر باشه. این رو اول من توضیح بدم که سوی برداشت نشه از صحبت من. هر کسی در هر جایی که هست در هر حد توانایی خودش باید دعوتگر باشه. امر معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک افراد این امت است، نه یک گروه خاص. اما به طبع وقتی که انسان در یک زمینه تخصصی میخواد کار بکنه، یک دعوتگر وقتی میخواد به صورت تخصصی در میدان دعوت داخل بشه، سلاح اولش چی است؟ قرآن کریم هست. قرآن کریم رو منهجش هست، برنامه زندگیش هست، برنامه دعویش هست، برنامه دینیش هست، اون چیزی هست که داره به اون دعوت میده. و هر چقدر تسلطش به قرآن کریم بیشتر باشه، یقینا در راه دعوت موفق تره. به همین خاطر اگر عزیزی میخواد واقعا تخصصی، حالا چه در زمینه دعوت، چه حتی در علومی مثل تفسیر به صورت خصوص، باز کسی بخواد مفسر چیره دستی باشه و خیلی کار بکنه و خوب کار بکنه، یا در علوم شرعی بخواد موفق باشه، من پیشنهاد میکنم اولین قدمی که انجام میده قرآن حفظ بکنه. حتی جناب استاد سلیمانی گرامی، من افرادی رو به یاد دارم که فکر کنم صاحب یکی از فرهنگ های عربی که خودش مسیحی است اما قرآن حفظ کرده، لااقل سوره های زیادی، اجزای زیادی، مثلا این واقع در مصر و در لبنان و در سوریه و اینجا که مسیحی ها هستن و اکثرا به ادبیات عرب خیلی ها علاقمند هستن، اینها حفظ کردن قرآن. اینها حفظ کردن چون حداقل میگن که ادبیات عرب بزرگترین و معتبرترین و زیباترین مرجعش قرآن کریم است. اونها از بعد ادبی نگاه میکنن، باز هم میرن سراغ قرآن کریم. حالا ما یک دعوتگر وقتی که میخواد دعوت بده از لحاظ اعتقادی، از لحاظ دینی، از لحاظ منهجی، اینها باید بره به سراغ قرآن کریم و تجربه هم نشان داده. من خودم افتخار داشتم که چی اشکالی داره استاد که مثلا از ابتدای برخی توصیه میکنن، برخی علما توصیه میکنن که وقتی ما افراد را هم میشناسیم که اطفالشان، کودکایشان، فرزندانشان وارد مدارس دولتی نمیکنن، یعنی از اون کلاس هفتم یعنی دبستان یا مکتب ابتدایی نمیکنن الا اینکه قبل از آن حفظ کنن، یعنی از سن 5 سالگی اگر حفظ قرآن کریم اگر زود شروع بشه هم ماندگارتره، هم تقویت میکنه حافظه انسان رو، هم در آینده خیلی کمک میکنه به آدم. یعنی واقعا ما اگر مقایسه بکنیم، من بدون ذکر نام عزیزانی اساتیدی داشتم که افتخار شاگردی اونها رو در تفسیر قرآن کریم داشتم، عزیزانی که مفسرهای چیره دستی هم بودن. واقعا اینها تفاوتشون رو وقتی من احساس کردم که فلانی قوی‌تره، دلیل قوی بودنش هم اینه که قرآن رو حفظه. مفسری که قرآن رو حفظ هست با مفسری که قرآن رو حفظ نیست، مثلا اگه این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم، این که قرآن رو حفظ هست خیلی مسلط تره، چون تمام استدلال ها و دلایل در ذهنش هست، همه رو حفظه. به همین خاطر عزیزانی که میخوان در زمینه‌های تخصصی علوم شرعی وارد بشن یا یک دعوتگر رو شغل دعوت رو به صورت تخصصی انجام بدن، این وظیفه رو بهتر بتونن انجام بدن، من توصیه میکنم حتما، ولو اینکه اگر قبلا حفظ نکردند الان هم فرصت است. برای حفظ قرآن هیچ وقت دیر نیست، ثمراتش مشاهده میشه. حفظ با فهم، نه حفظ مجرد. خیلی وقتها حفظ میشه، حفظ هست طرف ولی نمیفهمه که چی میخونه، نمیدونه که چی میخونه، نمیتونه که استدلال بیاره. این حفظ بله ارزش خودش رو داره، تلاوتش ارزش داره، همین خوندن هر حرفش ارزش داره، اینکه انسان در قلب خودش داره ارزش داره. اما آنچه که ما میخوایم این نیست. آنچه که ما میخوایم چی هست؟ آنچه که ما میخوایم حفظ با فهمه، حفظ با درک آیات هست. حالا اینکه شما آیه رو که حفظ کردید یا نکرد مهم نیست. گرچه من میگم حتی اگر شما را حفظ بکنه هم حفظ سریع‌تره، هم آسان‌تره، هم مسلط‌تره به حفظ شما را. اینو بر اساس تجربه شخص خودم و دوستانی که با من بودن میگم. ولی حداقلش اینه که حفظ رو انسان میتونه دلایل بیاره، میتونه استدلال بیاره، در ذهنش هست. قبل از اینکه دیگران استفاده بکنن انسان خودش استفاده میکنه.
یک پلیس درونی داخل دل انسان هست، همیشه انسان رو تذکر میده. تا یک اتفاق میفته خود به خود اون آیه در ذهن انسان تکرار میشه. یک پلیسی از درون داره انسان رو یادآوری میکنه که فلانی تو این آیات رو حفظی، این چیزها هست. خیلی کمک میکنه. من توصیه من به همه عزیزانی که میخوان حفظ بکنن، مخصوصا به والدین گرامی که اطفالشان مثلا دارن یک 4 ساله 5 ساله یا کوچکتر، اینا اگر شروع بکنن خیلی امر عجیبی نیست. اصلا عجیب نیست که ما داریم نمونه هایی که بچه شروع کرده به حفظ قرآن کریم، قرآن رو حفظ کرده، بعد اومده کل 5 سال مثلا دوره دبستان و ابتدایی رو آورده در 2 سال خوانده. بله، یعنی کلا همه آنچه که اینجا بوده در 2 سال خوانده و پیشرفتش هم بیشتر بوده، چون حافظه برخی ها فکر میکنن که یعنی کودک 5 ساله خیلی کوچک است که بستگی درسته که سن رو باید در نظر گرفت. یعنی بچه 5 ساله با کسی که من 18 سالم با شروع کردم خب آنچه که من کتاب تفسیر جورم بوده، صرف و نحو رو میتونستم بفهمم، معانی رو میتونستم بخونم، خب اینو نمیشه برای بچه 5 ساله تطبیق داد. العلم فی الصغر کالنقش، ولی شکل حفظ فرق میکنه. ما بچه 5 ساله رو نمیام بهش تفسیر یاد بدیم، نمیخوایم صرف و نحو بهش یاد بدیم، اصلا نیازی نیست روخانی هم بلد نباشه، نیازی نیست که ما از روی مصحف براش بخونیم، اما میتونه حفظ بکنه. میتونه حفظ بکنه. اونجا حفظ میکنه، بچه در کوچکی حفظ میکنه، بالاتر کمت خودش میره سراغ ترجمه، خودش میره سراغ فهم، خودش میره سراغ تفسیر. اما کار بزرگ رو که سخت‌تر بود حفظ رو انجام داده. فقط حفظ مهمه، خیلی مهمه در تمام مراحل برای هر کسی که میخواد موفق بشه در این زمین ها، ولی خب به نسبت سن باز شکل حفظ فرق میکنه. اما این چون بالاخره هر طبیعتی چون که با کودکان سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. نمیشه بچه 5 ساله من بیام درباره شأن و نزول باهاش صحبت بکنم، دروس بر صحبت بکنم، ربط آیه با آیه صحبت بکنم، ولی کسی که سنش بالاتر است این رو متوجه میشه. اندازه فهمش به میزان اگر کسی در 20 سالگی شروع میکنه به حفظ و یک پیش زمینه‌ای داره مثلا درباره برخی از مسائل، چه اشکالی داره که همین الان با تخصصی تر شروع بکنه حفظش را. حفظ قرآن کریم کار بسیار مهمی است، بسیار ارزشمنده و خودم در اون 2 سالی که من اونجا بودم واقعا لذت بردم. من یک مصحفی دارم که پدرم خدا رحمتش بکنه، ایشون رو اون وقتی می‌خواستم برم بر حفظ این رو من هدیه داد. من از روی اون مصحف حفظ کردم و هنوز هم یکی از یارانی که من همیشه در سفر با خودم دارم، هر جای دنیا برم باید این مصحف با من باشه. و اکثر قاری‌ها را میگن کسایی که مصحفی که حفظ کردن تا هنوز هم پیشان است. مثلا من خبر دارم که شیخ محمد ایوب رحمت الله علیه امام مسجد نبوی و همچنین شیخ حذیفی حفظ الله اینا مصحف عجیب است که استاد صیغر عزیز، من این مصحف رو وقتی که باز میکنم و میخونم، بعضی جاها استادمون عادت داشت جایی اگر مثلا فتح کسی اشتباه میشد یه علامت کوچکی اونجا میگذاشت روش به علامت قرمز که بعداً تکرار نشه این اشتباه. یا من حفظ رو که تمام میکردم اون گوشی مینوشتم چه تاریخی این جزء تمام میشد. وقتی که میخونم حتی اون صفحات رو وقتی که نگاه میکنم اون خاطرات کلا یادآوری میشه برای من و خیلی زیباست که انسان وقتی حفظ میکنه یک مصحفش رو هم برای خودش نگه بداره. جناب استاد سلیمانی گرامی، باز هم وقتی برنامه ما به پایان رسید و انشالله در قسمت بعدی و طوری که میبینم ما باید 1-2 قسمت دیگری هم با شما برنامه بریم و از خاطرات شما و از تجارب شما باید مستفید شویم و بیننده های عزیز و گرامی نیز باید مستفید شوند. فعلا البته از حضور شما و از حضور بیننده های عزیز و گرامی مرخص میشیم. انشالله منتظر باشین در برنامه بعدی، در قسمت بعدی این برنامه نیز استاد سلیمانی گرامی با ما خواهند بود و صحبت را انشالله بعد از اتمام حفظشان و ورودشان به تخصصهای دیگر دارالعلوم زاهدان شروع خواهیم کرد. تا آن زمان از همه شما گرامیان را به پناه الله یکتایی به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Oh